السلام علیکم داملای عزیز. آیا در تلفن ها آیت قرآن میگذارند جایز است یا جایز نیست؟ بخشش داملای عزیز. برادرای عزیز، در همون تلفن هایی که ما و شما داریم آیت قرآن نگذاشتن بهتر است، زیرا که آیت قرآن البته به همه ما و شما معلوم است چه قدر کلانی دارد. وقتی ما و شما شاید در یک معرکه های گویم شخصانی می نشینیم که به قدر آیت قرآن نمی رسند، شاید وقتی صدای قرآن از تلفن ما و شما صدا دهد اونها در برابر این یگان سخن گویند که چی ملال تو شود و چی گویم که خیلی خاطرهای تو پریشان شود، چی یک ملالی گویم در وجود تو پیدا شود. این گونه شخصیت ها هم زیاد هستند که آیت قرآن گوش کردن در طاقت ندارند. از این خاطر بهترین صورتش همین است که ما و شما همون گویم نغمه هایی که در تلفن ها خودشان وجود دارند اونا به ساخته ما و شما نیستن آخه. از این خاطر اونا به خواهش ما هم نشده است. برای همین همون گویم نغمه ایش که عادی هست و گویم که خاطر آدم مشوش نمی کند، پریشان نمی کند، همون عادی ترج در گذارینش همون باقی ندارد، گناهی نیست. لیکن این نغمه هایی که امروز باور کن بعضی جوانا را میبینی در تلفن ها حتی صدای دشنام ماندگی هست. دشنام چه با طریق زبان های روسی و چه با طریق زبان های انگلیسی دشنام ها ماندگی هستند، همون گوش می اندازند. برای همین بهترین صورت همین است که شما در تلفن هاتون آیت های قرآن نگذارید. می توانید که همون نغمه های عادی خود همون تلفن نگذارین، ان شاء الله اینش بهتر است برای ما و شما.